بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز، همراهان دوست داشتنی کانال اخبار سوریه، دوستانی که صدای بنده رو در این فضای مجازی در هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ابتدا اجازه بدید عرض سلام و ادب و احترام کنم خدمت آن 5 نفر دوستی که در آپارات کانال اخبار سوریه رو از 7 سال پیش 8 سال پیش داشتند و من وقتی رفتم کانال رو به روز رسانی کنم و اولین ویدیو رو اونجا بذارم که یک ویدیو 5 دقیقه‌ای بود برای امتحان، این 5 دوست عزیز اونجا بودند و من ویدیوی دوم رو هم که گذاشتم همین 5 نفر دوست عزیز بودند. من خیلی شما رو دوست دارم و البته همه رو دوست دارم. این 5 دوست عزیزی که من هیچ وقت فکر نمی کردم که بالاخره به این سودی دسترسی داشته باشیم به فضای رسانه‌ای لااقل داخلی و دوستان بیان و مطالب و ویدیوها را ببینند. اما همون جوری که بارها و بارها خدمت شما عزیزان گفتم، من چه 1 نفر باشه، چه 1 میلیون نفر باشه، چه 90 میلیون نفر ایرانی باشند، اون چیزی رو که باید بگم میگم. مثل برخی ها نبودم و نیستم که چون دسترسی به نت نبود، به کانال ها و گروه هاشون نبود، بیکار بنشینم. تمام تلاش خودمو کردم، در تمام این 10 روز رایزنی کردم، التماس کردم، رو زدم که حداقل دسترسی من به یکی از این پیام رسان ها باز بشه تا من بتونم بنویسم و حرف بزنم. اگر بگم چقدر التماس کردم و چقدر رو زدم، به خدای احد واحد باورتون نمیشه. به خدای یگانه قسم، به خود ایران، خدای ایران سوگند، باورتون نمیشه من چقدر زنگ زدم به برخی افراد، چقدر پیامک دادم، در حالی که کانال کلوچه سازی خاله لیلا و دختران باز شده بود، در حالی که کانال های بدون تیک آبی فله‌ای باز می شدن و یک دونه تحلیل نداشتن. دیدید که در ایتا کانال اخبار سوریه تقریبا جز اون آخرین ها بود باز شد و اینجا نشون داده میشه که چقدر روزهای سختی بر من گذشت که خیلی از دوستان تماس تلفنی میگرفتن، پیام میدادن و دنبال خبر و اطلاعات بودن از این فضایی که تحلیل توش نبود، پر از خبر بود ولی تحلیل نبود. آشفته شده بودند و ذهن تحلیلی که لااقل اعضای دوست داشتنی کانال اخبار سوریه با اون رشد کردن، بزرگ شدن و همه چیز رو به دیده تحلیل می‌نگرند، دنبال علت و معلول هستن، عملا چیزی واسه پیدا کردن و واسه تحلیل کردن نداشت و من این وسط شهرمنده بودم. تمام تلاش خودم به کار بستم. نت قطع بود، هیچ دسترسی وجود نداشت، شما میدیدید، و تنها چیزی که به یاد آمد آپارات بود. من تو این مدت دیدم که هیچ کس در آپارات حاضر نشد. چرا؟ چون که آپارات پول نداره. آپارات درآمد حداقل تا جایی که من خبر دارم فعلا واسه ماها که نداره، اون یوتیوبش هم واسه من نداره، بقیه‌اش هم واسه من ندارن. هیچ کس نیومد توی آپارات و صحبت کنه، ویدیو بذاره، الا اون برنامه سازانی که واسه تلویزیون برنامه میساختن و کلیپاشون اینجا میفرستادن، یه پروژه میگرفتن و من خیلی تلاش کردم که اینهایی که شب و روز در یوتیوب شلنگ تخته میکردند بیان و مثلا اون خارج نشیناش بیان و برنامه‌هاشون رو به یک طریقی به اطلاع مردم ایران برسونن، ولی هیچ کس نیومد. اما من عرض کردم چون که دلشوره داشتم، نگران بودم، به خدا بلدم نبودم چوری باید تو این تعطیلی به عدم درس هیچی باز نمیشد دیگه. چوری باید حداقل یک عکس رو روی یک وایس بذارم، یک وایس رو روی یک گزارش رو یک عکس بذارم و با حجم بسیار اندک 120 KB، یعنی یک ویدئویی که 1.5 گیگ بود رو من میکردم 100 مگابایت، 60 مگابایت یا 15-16 دقیقه که در آپارات آپلود بشه. و یادم اون دومین پادکستی که آپلود کردم فکر کنم 18 دقیقه بود. خدا میدونه
8 ساعت طول کشید. من 8 ساعت گوشی رو دست نذاشتم، یه جا گذاشتم که این فایل آپلود بشه، در حالی که کلا 50 نفر دیدن اون رو. ولی اون همون 50 نفر واسه من غنیمته. من قبل اینکه بیام اینجا این پادکست رو دوباره بذارم، چون من این رو حتما توی آپارات خواهم گذاشت و لینک آپارات رو در کانال های دیگه، در حتی در حالا بچه‌ها توی خارج میگفتن ما به تلگرام دسترسی نداریم، چون من خودم هم به زحمت یکی از دوستان محبت کرد، یک فیلتر شکنی به ما داد، در حد چند ساعتی رفتیم در تلگرام، دیدم چقدر دوستان اونجا دلنگران هستند و وحشت زده به یک نوعی و آشفته از بیخبری هستند و چقدر اونها گناه داشتند از اینکه از داخل ایران بیخبر بودند و اسیر خبرسازی و جعلیات دشمن قرار گرفته بودند. و من شاید یک چند ساعتی دسترسی به تلگرام هم داشتم و چند تا خبر هم اونجا گذاشتم، یعنی اولین خبرها رو قبلی که دسترسی من به بله و به آرزم به حضور شما سروش پلاس داشته باشم و بعدش دسترسی من به ایتا باز شد، آخرین نفر که اومدم به خدمتون گفتم، یعنی من 18 تا پست در بله کار کرده بودم، شاید 10 تا پست در تلگرام کار کرده بودم و بعد دسترسی من به ایتا باز شد و خوشبختانه امروز حالا به یک نوعی بر خدمتون هستیم. انشالله که وضعیت به یک شکلی بشه که نه سیخ بسوزه نه کباب، یعنی نه حداقل اینستاگرام باز بشه. یعنی من مخالف جدی باز شدن اینستاگرام هستم، چون یه بستر فتنه، بستر آشوب اونجا هست. یکی دو، دسترسی به تلگرام حداقل باز بشه، ولی به شرط اینکه تلگرام قول بده که سروراشو به داخل کشور بیاره. ما برامون امنیت ایران مهمتر از کار خود. من که درآمدی ندارم، کار هست و من همون کاری که در تلگرام میکنم بالاخره 5-6 هزار نفر در خارج از کشور مطالب کانال اخبار سوریه رو میبینن و میخونند. تا جایی که من امروز متوجه شدم 5000 نفری هستند از اعضای کانال که در خارج هستند، ولی خب بقیه در داخل هستند، یعنی از کسانی که ویو میخوره ها. یعنی من 5000 تا بازدید کننده داشتم امروز در روز گذشته در برخی پستام در تلگرام، ولی بقیه در داخل کشور بودن که بالاخره ما رو میتونن در همین فضای مجازی پیدا کنن، در ایتا، در سروش پلاس، در بله و انشالله در روبیکا هم که یکی از دوستان زحمت کشیده و کانال رو زده، ولی من دسترسی بهش ندارم. اگر صدای منو بیشنوه یک پیامی هم به من بده، یک دسترسی هم به خودم بده تا بعضی وقت اگر ایشون نتونست کاری کنه خودم کمک کنم و کار کنم. کارم سخته، باید یک مطلب رو در 3-4 جا بازنشر کنم. بالاخره دوستان پراکندن، یک جا نیستند. چند هزار نفری در بله هستند، چند هزار نفری در سروش پلاس هستند، 2000-3000 نفر در روبیکا هستند، چند هزار 70 هزار نفر هم در ایتا هستند که خب این پراکندگی باعث شده که خود کار سخت بشه. و من از دوستانی که به راه حقیقتش اینجا میخوام این رو خدمتتون میگم، من تا الان دنبال تبلیغ کانال نبودم، ولی امروز من اینجا به صراحت میخوام بگم دوستانی که دستشون میرسه در ایتا، در بله، در سروش پلاس و در روبیکا برای کانال اخبار سوریه تبلیغ رو انجام بدیم، به من بگن چجوری باید تبلیغ انجام بدیم. من هزینه تبلیغ رو هم واریز میکنم و چون که این پول مال خود شما هست، خود شما به من کمک کردید و من این رو واریز خواهم کرد تا تعداد بیشتری از مردم بیان رو ببینند. یکی از دوستان خیلی اکید به من میگفت که شما دارید اشتباه میکنید که تبلیغ نمیکنید و میخواید که خود کانال رشد واقعی داشته باشه و این ظلم به مردم. و من فکر کردم دیدم چقدر حرف ایشون درسته. میگفت برخی از کانال های بیخاصیت 400-500 هزار نفر، 1 میلیون نفر در روبیکا مثلا فالوور دارن و خیلی هم ویو میخورن، در حالی که هیچی ندارن، یعنی فقط خبره، یعنی تحلیل نیست، مردم استفاده نمیکنن. و شما بیاید تبلیغ کنید. منم قول دادم که این کارو کنم و پای قولم هم هستم و این کمک شما ها رو میطلبه. به هر حال اگر میتونید کمک کنید، من که مخلص همه شما هم هستم و لطف کنید و این محبت رو در حق برادر کوچیکتر خودتون کانال خودتون کنید. اما بعد به قول علما، من یک
گزارش به یک نگاهی به این تحولات چند هفته اخیر میخوام داشته باشم و میخوام یک روایتی از طرح شورش، آشوب و ترور خدمتون ارائه کنم. من خیلی از حرفا رو زدم ولی تکرار برخی از حرفا گوشش اشکال نداره. همونجوری که خدمتون گفتم، شاگرد کوچکتون، برادر کوچکتون در کانال اخبار سوریه در 15 دی ماه اولین کسی بود که از اصطلاح گروهک و تروریست برای کسانی که در حال حمله به مراکز امنیتی، نظامی و اقتصادی مایملک مردم بودن استفاده کرد. برخی ها همون روز به من گفتند فلانی داری تون میری، چرا به مردم میگی تروریست، چرا به مردم میگی گروهک. امروز یکیش اصلا تلفنی زنگ زد، یعنی دیروز، حالا امروز من میگم امروز چون که الان ساعت 2:25 بامداد سه‌شنبه است، گفت چرا به مردم میگی گروهک، چرا به مردم میگی تروریست. و متاسفانه یک فضایی به دلیل اینکه 60-70%، حالا برخی میگن 80% مردم ایران یهودی اینتر آشغال میبینند و BBC میبینند، این تروریست های مسلح تکفیری خائن اجاره‌ای رو مردم فرض میکنند، ولی آنچه که ما دیدیم مردمی از روز اول در کار نبود. دقیقاً از روز ششم، دقیقاً 6 روز پس از شروع اولین تجمعات در بازار مشهد، نکنید تمام کانونهای فتنه در طول سالهای گذشته مشهد بوده. من در این مورد یک دیدگاه، یک نگاه و یک نقطه نظر دارم، فعلا جرئت نمی کنم بگمش، یعنی حوصله دعوا و نمیدونم تهمت و اتهام و این چیزا رو ندارم. اینی که چرا 96 98 401 و امروز بسیاری از این مسائل از مشهد شروع شد، از مشهد نشأت گرفت و به دیگر شهرها سرایت کرد، یک چیز پیش پا افتاده نیست و یک مسئله تاریخی است. از بازار مشهد و بعدش در بازار تهران شروع شد. 6 روز بعد از نخستین اعتراضات ما شاهد حرکت تروریست ها بودیم. من اینجا یک نکته خیلی خیلی مهم رو خدمتون عرض کنم. جمهوری اسلامی ایران چنان رکبی به دشمن زد که در تاریخ باید بنویسند. من در مورد این رکب باید براتون گزارش بنویسم. اینجا مطلب رو شهیدش با قول دوستان نمی کنم، میذارمش و در فرصت مقتضی براتون به صورت مفصل در این مورد صحبت خواهم کرد و براتون خواهم گفت که چه اتفاقاتی افتاده. اما 6 روز بعد از این اتفاقات در کشور، دشمن فضا و فرصت رو برای باز تولید آنچه که قرار بود در اواخر سال جاری، یعنی 20 اسفند تا اوایل سال آینده، یعنی تا 20 فروردین و نهایت تا اواخر فروردین انجام بده، فراهم دید. بستری شروع شده بود مبتنی بر اعتراضات، مشروعیت اعتراضات که ما خودمون هم جز معترضین بودیم. این بستر فضا را برای شلوغکاری و برای ایجاد آشوب ترور در کشور و پیشبرد طرح سوریه سازی ایران و لیبی سازی ایران آغاز کرد و شروع کرد. این فضا رو به دست دشمن داد. بلا فاصله از نخستین روزی که این جرقه زده شده بود، یعنی اعتراضات شروع شده بود، اتاق عملیات تروریست ها و اربابان اونها در اربیل عراق برگزار شد. دقت کنید، در اونجا برگزار شد و اینها شروع کردن به هماهنگ سازی، شروع کردن به کار کردن که بیان و بر این اعتراضات سوار بشن و آنچه که قرار 3 ماه آینده رو انجام بدن همین الان انجام بدن، چون که مشخص نبود تا 3 ماه آینده چه اتفاقی میافتد و ممکن بود 3 ماه دیگر هیچ اعتراضی در ایران شکل نگیرد، مردم تخلیه شده باشند، مردم
اعتراضشون کرده باشن، رفته باشن خونه هاشون و بگن خب حالا دیگه ما اعتراض کردیم نشد دیگه، حالا بره واسه 2 سال دیگه. این مسئله باعث شد که به سرعت اینها بیان و این مدیریت کنند و وارد بشن. تماس های مختلفی بر اساس گزارش های منتشر شده و موثق از طرف آمریکا، رژیم صهیونیستی، امارات، تشکیلات مافیایی و تروریستی بارزانی، MI6 از گروهک های تجزیه طلب برگزار شد. یک اتاق عملیات در ناتو وظیفه هماهنگی بالادستی رو بر عهده داشت در حوزه نظامی که مسئولیت اون رو رژیم صهیونیستی و خود سازمان اطلاعات ارتش آمریکا بر عهده داشتن برای بر اساس دستور ترامپ که باید مقدمات کار نظامی رو بر عهده می گرفتن. همزمان تیم‌های اطلاعاتی در 3 نقطه دبی، اربیل و باکو شروع کردند به برگزاری جلسات مختلفی جهت وارد کردن تروریست ها، هماهنگ کردن اونها و ضربه زدن به ایران. صدها تروریست، پژاک، کومله به دموکرات در گزارش ها نوشتن و داعشی که در طول ماه‌های گذشته باشون تماس گرفته شده بود و از اونها خواسته شده بود که گوش به زنگ باشند، بلافاصله با این فراخوان آماده شدند و اینها این تماس هایی که برقرار شد این دفعه بر همونجوری که گفتم بر اساس 2 تجربه سوریه و لیبی بود. تجربه سوریه جنگ شهری رو مدل میکرد، یعنی شما بیاید مثل یه محله مثل محله بابا امر یا یک جایی مثل درعا یا مثل دوما یا مثل معظمت شام یا داریا یا مناطقی در مثلا حلب، اینها رو به عنوان کانونهای محلی آشوب، ترور و شورش در نظر می گرفت که این تروریست ها بیان و تصرف محله‌ای کنن، یعنی تو کوچه ها، تو خیابون ها سنگرگ بندی کنند. تسلیحات هم داشتند، تجهیزات اندکی برای این کار هم داشتند که بیان این محله اون محله رو بگیرند و قطع ارتباط بین محلات کنند. مثلا جایی که توی اون دوما بود باعث شد که کلن بزرگراه دمشق به حمص کلن تعطیل بشه و این تجربه سوریه بود. تجربه لیبی به ما میگفت که همزمان با یک برقراری یک درگیری کوچک به اجرای یک درگیری مختصر در یک نقطه، طرف خارجی برای کمک به گروه های مسلح مداخله نظامی میکرد که اون موقع در دوره سرکوزی فرانسوی ها در لیبی دخالت کردند و بعد آمریکایی ها ادامه دادند. این 2 مدل مد نظر اتاق عملیات اطلاعاتی و نظامی دشمن بود، یعنی محور یهودی، صلیبی، غربی و عربی و حتی از ترکی، الیف، اینها قشنگ و کردی دیگه، حالا همشون با هم، یعنی یک ملغمه از تمام دشمنان ایران چیز شده بودن، بسیج شده بودن که یک ضربه بزنن. این دفعه عرض کردم آنچه که امروز در دیما اتفاق افتاد قرار بود در اواخر اسفند اتفاق بیفته. دلایلش هم خیلی زیاده که در یک گزارش دیگه خدمتون خواهم گفت. اینها اومدن و یک فهرست بلندی از نیازهای لوجستیکی از جمله بیمارستان صحرایی و تجهیزات بهداشتی و امدادی را پیشنهاد دادند که اینها باید برای جنگ داخلی و جنگ مرزی و نفوذ در ایران فراهم بشه. حالا این که چوری اتفاق باید بیفته حالا در خدمتون خواهم گفت. تحرکات بی سابقه‌ای در مناطق غربی ایران و شمال غرب کشور در جریان بود که خب از چشم دستگاه امنیتی و ارکان اطلاعاتی کشور دور نماند. عرض کردم آنچه که در سال 1404 زمستان 1404 در حال انجام بود با
فتنه پاییز 1401 و فتنه 1400 و 1398 و 96 زمین تا آسمون متفاوت بود و این مسئله به هر حال نشون میداد که ما با یک جریانی با ماهیت تماما نظامی و اطلاعاتی برای زمینه سازی جهت مداخله خارجی روبرو هستیم. ما در طول 7 ماه گذشته در تمام تحلیلامون گفتیم در دو زمان و با فراهم شدن دو عامل دشمن دوباره به سراغ جنگ خواهد آمد. یکی این که خودش به آمادگی 100% برسد، دیگری این که در ایران یک حالا شورشی، یک اعتراضی، یک اتفاقی بیفتد که امنیت را به هم بزند، مختل کننده امنیت باشد تا آنها بتونن حمله کنند. یعنی آنچه که در دیما اتفاق افتاد اگر در خرداد اتفاق افتاده بود، جمع کردنش به نظر من خیلی خیلی سخت بود و نه که خیلی سخت شرط کنم سخت بود و هزینه زیادتری داشت، ولی آنچه که در دیما اتفاق افتاد با هوشیاری، هوشمندی و اشراف ارکان اطلاعاتی کشور در نطفه خفه شد. یعنی زمانی که رئیس جمهور و هیئت دولت اومدن با بازاریان و کسبه جلسه گذاشتن، بهشون گفتن که ماجرا چیه و داستان از چه قراره و اعلام کردن که ما با یک بازی کثیف از طرف خزانه‌داری آمریکا برای برهم زدن ثبات اقتصادی کشور مواجه هستیم و کشور نیاز به اصلاحات اقتصادی برای بقا داره، بازاریان رفتن و خونه‌شون نشستن و عملاً اگر یادتون باشه من نوشتم در همون مطلب 15 دیما، نوشتم در حالی که در شهرهای بزرگ ایران هیچ خبری نیست، تحرکات در مناطق غربی کشور به شکل عجیبی ادامه دارد. خب اینها برای اینکه یک محور و یک سر برای این به قول خودشون شورش، ترور، اعتراض یا به قول همین رضا دماغ جنگ پیدا کنند، رفتن سراغ همین گدازاده پهلوی و اون رو آوردن جلو دوربین نشوندن، یک بیانیه براش نوشتن، گفتن فراخوان بده و این کار و اون کارو کن. خب طرحی که توی مناطق، من اینا رو قبلا توضیح دادم، باز هم توضیح میدم، هیچ اشکال نداره. طرحی که در مناطق مرزی در حال اجرا بود اهداف متعددی داشت که قرار بود اعتراضات گسترده رو با تحرکات مسلحانه سازمان یافته یکی کنه و یک هرج و مرج کنترل نشده ای رو در غرب و شمال غرب کشور به وجود بیارد تا گروه‌های تروریستی خفته کمله، پژاک، دموکرات و داعش و منافقین سلطنت طلبان که در طول این مدت یارگیری کرده بودند، آموزش دیده بودند، وارد صحنه بشوند و از پشت به خطوط 6-7 لایه مرزبانی کشور حمله کرده و سرپل بگیرند. این کل ماجرا بود. حمله به پادگان‌ها، مراکز بسیج، پایگاه موشکی، پایگاه پهبادی، فرودگاه‌ها و کل اینها صدها نفر نیرو رو اینها بسیج کرده بودن و بعدم میگفتن که وقتی هرج و مرج بشه بقیه همچون که معترضن به ما میپیوندند. دقت کنید. خب همزمان با تمام این تحولات ترامپ قمارباز حرام لقمه اومد و وسط. یک دوستی نوشته بود که آقا شما بگید آقای ترامپ. من گفتم آخه کسی این آقاست که بهش بگه آقا. شما گفت شما نباید به کسی توهین کنید. آقای شریفی عزیز من، این توهین نیست. اگر ما به این بگیم حیوان، تو به حیوان توهین کرده ایم. گوریل نصف حق اینه، ببخشید. یعنی توی یک تحلیل اینجوری ما اینجوری حرفم میزنیم، حالا عذرخواهی میکنم، ببخشید. خب اینها شروع کردن به آشوب، شروع کردن به حمله، شروع کردن به اعتراض شروع کردن به تخریب و ترور. ترامپ برای اینکه زمان بخرد تا آماده شود، اون بخش نظامیش اومد و گفت من از اعتراضات در ایران حمایت میکنم و اگر حکومت به سمت معترضان تیراندازی کند
ما به ایران حمله خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی اومد و به اینها رو شیر کرد، به اینها تنفس داد، اینها رو هل داد، اینها رو حرکت داد و گفت که شما برید جلو و من پشت سرتون هستم. ایران و ما دولت و نهادهای امنیتی یک تقسیم کار کردن و نهادهای نظامی، چون که از قبلش هم همزمان انتظار میرفت که برخی اتفاقات بیفته. سطح آماده باش در ارکان نظامی کشور، سپاه، ارتش و حتی نیروی انتظامی به بالای 100% رسید. همه چیز آماده، همه پادگان ها، یگان ها طرح آماده باش، کلانتری ها طرح آماده باش برای مقابله با هر سناریویی را در پیش گرفته بودند و دولت هم کار خودش رو میکرد در حوزه مهار مسائل اقتصادی و سیاسی و برخورد سخت و سنگین با گوره‌ها از همون اول در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت. جلسه ای که در امارات برگزار شد تحت رصد قرار گرفت و اونجا اماراتی ها مسئولیت تأمین مالی تروریست ها رو بر عهده گرفتن و خاک بر سر کسانی بکنند که همچنان با اوباش آل نهیان در ارتباط هستند. این رو وزیر دفاع با زبان بی زبانی اعلام کرد. خب همینجور که ما پیش می رفتیم و بارها هم گفتیم و اون موقع که نت برقرار بود، هدف اصلی از این اتفاقات و گسترش تحرکات تروریست ها و امیدواری اونها به مداخلت دشمن خارجی که هدفشون تصرف مراکز اساس بود، این باعث شد که مردم صف خودش رو جدا کنن دیگه. مردم به نمایندگی مردمی بودنشون بیرون نیاند و حتی همکاری هم کنند و در همین تحولات خیلی از این تروریست ها از جمله مسئول مستقیم عرضم به حضور شما این اتفاقات که یک خانمی بود به اسم نازنین آریافر، اگه اشتباه نکنم دوست اسم دیگه داشت، که اون مسئول بود که بیاد ایران و مثل اون خانم فامیل خوبی داشت که چند سال پیش دو سال 4 سال دیگه که اون رو دستگیر کردن و بعد اون رو اومدن مبادله کردن و تحویل دادند. این سری خانم هم یک خانم مسئولیت هدایت و کنترل و قرار بوده بعداً به عنوان لیدر و به عنوان رهبر اینها در داخل خودش رو معرفی کنه. سگ توله شاه رو گذاشتن اونجا و گفتن تو بیانیه رو بخون، فراخوان رو تو بده، بقیه کارها رو بسپار به عهده ما. به شکل عجیبی پول بسیار هنگفتی باش به میدون باز شد، یک پول عجیب و غریب. یعنی اوورت اینا خرج میکردن، تسلیحات، تجهیزات و امکانات به ویژه از محور امارات وارد ایران شد. حتی مثلا یکی میرفت یه سنگی به جایی میزد، در جا میرفتن و از حساب الکترونیکیش از این ارز دیجیتال بهش پول میدادند و بیت کوین و نمیدونم دوج کوین و از این چیزا من بلد نیستم، من این چیزا رو ندارم، از اینا بهش پول میدادن و خیلی از افرادی که در همون روزها دستگیر شدن گفتن که ما کیف الکترونیک داشتیم و مبالغی رو به حساب ما واریز میکردند. و اینجا نکته جالبش که هنوز هم افشا نشده، زیر ضرب رفتن بسیاری از تیم‌های تروریستی قبل از ورود به شهرهای بزرگ بود. یعنی ایست و بازرسی‌هایی گذاشتن، اشرافی که وجود داشت، به هر حال اینها عمدتاً از مسیرهای کولبری وارد کشور شده بودند و اینها رو خب شناسایی کرده بودند و قبل از رسیدن به تهران، اصفهان، شیراز یا هر مشهد، کرمان، شما نگاه کنید پژای در کرمان، در یزد، در بوشهر، در شیراز، حتی در هرمزگان اعضای پژای کموله دستگیر شدن. این خیلی حرفها، یعنی قشنگ مشخص بود که اصلی ترین لیدرها این پدرسوختهای بیشرف بی همه چیز هستند. و خب
همزمان با این اتفاقات من در مثال نظامیش بعداً خدمتتون توضیح خواهم داد. ماجرای پنجشنبه شب اتفاق افتاد، ماجرایی که قرار بود 1 هفته تا 10 روز ادامه پیدا کنه، حداقل 1 هفته اینها در خیابان بمانند، بجنگند، سرپل بگیرند، تصرف کنند تا ترامپ بتواند خودش را آماده کند برای حمله. و در همین روزها بود که حالا میگم تو اون گزارش خدمتتون خواهم گفت که چه اتفاقاتی افتاد. ولی به لحاظ عملیاتی همونجوری که در گزارش قبلم خدمتتون عرض کردم، تروریست های اجاره‌ای که از مناطق غربی که وارد مثلا شهرهای بزرگ شده بودند نتونستند محلات بشناسند. یعنی قبل از اینکه شناسایی کنند درگیری شروع شد و قبل از اینکه بتونن با عوامل محلی خودشون ارتباط بگیرن کل ارتباطات قطع شد. و این قطع شدن ارتباطات، حالا برخی میان فوش میدن، بد و بیرا میگن که آقا چرا 24 ساعت قبل‌تر صورت گرفت، چرا 48 ساعت قبل‌تر صورت نگرفت. رهبری اومدن گفتن که آقا ما 100% حامی دولتیم، ما هم به تبع رهبری میگیم 100% حامی دولتیم. فضای پزشکیان و دولت در این شرایط 100% حمایت میکنیم و هر کس هم که بخواهد غر بزند و نق بزند در این شرایط، ما اون رو از مسیر و از اینکه نقد منصفانه و مشفقانه کاملا درسته، نقد درسته. ولی کسی که بخواد ایراد بنی اسرائیلی بگیرد، مثل همینایی که در ایتا فله‌ای افتادند و جلو اصلا رهبری براشون مهم نیست، دنبال گرفتن جای رهبر هستن، این عوضی های منافق که موقع جنگ و نبرد میهنی دوم، حالا مزبس که گفتن جنگ 12 روزه ما تو دهنمون این افتاده، همه این عوضی ها رفتن تو سوراخ موش قایم شدند و نطق نکشیدن، حرف نزدند و امروز باز دم در آوردن. تا که اولین کسی هم که دسترسی بهشون دادن توی تا همین عوضی ها بودند و شما برید ببینم یه دونهشون یه مطلب، یک تولید محتوا، یک تحلیل، یک ارزیابی، یک کاری کردن یا نه. پنجشنبه شب اینها ریختن و شروع کردن به کشتن. یعنی بهشون گفته بودن شما فقط بکشید. همزمان با این یک تعدادی بین 15 تا 18 تن از عناصر داعش در تهران وارد شدن که قصد عملیات انتحاری وسط همین به حساب معترضین رو بین میدون آزادی تا میدون انقلاب داشتن، چون که مثل که اصلی ترین تجمعات یا اصلی ترین گرد همایی این تروریست ها در این مناطق بوده که تروریست ها به هر حال وسط اینها قاطی شدن و محله به محله اومدن بیرون. ولی تا جایی که من متوجه شدم اصلی ترین محور تحرک اونها در شرق تهران بوده و در کرج و محلات نزدیک به برخی از پایگاه های مهم و اصلی سپاه و ارتش در اطراف تهران که بتونند خودشون به این مراکز نظامی برسونند و این مراکز نظامی رو تصرف کنن، تسلیحات رو به دست بیارن، چون که خیلی از تسلیحاتی که اینا در این مدت وارد میکردن کشف میشد، توقیف میشد و خود این تروریست‌ها گرفته میشدن و اینها تسلیحات خیلی خیلی زیادی به اون شکلی که مثلا انتظار میرفت، مثلا خب اینا نیاز به RPG داشتن، نیاز به تیربار سنگین داشتن، نیاز به نارنجک داشتن، نیاز به خمپاره 60 داشتن. اینها خیلی هاشون نمیشد به سادگی وارد چیز کرد، به دست آورد. قرار بود بعد از اینکه اینا سرپل ها رو گرفتند، مناطقی رو گرفتند، مثل خرداد ماه یک مسیر امن هوایی ایجاد بشه و برای اینها تسلیحات بارریزی شود. این رو من اولین بار دارم خدمتتون عرض میکنم. ولی قطع ارتباط و قطع اینترنت باعث شد که عملا اینها کورکر بشند و زیر علیرغم جنایاتی که کردند همشون سردرگم شدند. یعنی از جایی که اومده بودن بیرون قرار بود با اون خونه امن برنگردن، قرار بود برن یک جای دیگه. مثلا توی من تهران پارس خیلی مثال میزنم، مثلا در حمله به کلانتری تهران پارس که عرض کردم 30 خشاب به سمت کلانتری شلیک شد، 2 نفر اونجا شهید شدن، 30-40 نفر، ببخشید 3-4 نفر.
این تروریست ها نتونستند به نزدیک کلانتری هم برسند، علیرغم اینکه بچه های کلانتری خیلی سعی صد از خودشون نشون دادند و اگر واقعا برخورد میکردن پدر اینا رو در می آوردند ولی متاسفانه به دلایل مختلف نشد. مثلا من خبر دارم خیلی جاها اینها اومدن و اینی که بیان داعش گونه مسجد، مدرسه، حوزه، نمیدونم بیمارستان، آمبولانس فلان بهمان آتیش بزنن، یکی بی سابقه بود. در طرح عملیات اینها اینجوری بود که عناصر باید از شهر به شهر جابجا می شدن. مثلا کسانی که در رشت جنایت کردند، ویران کردن، خراب کردن، از تهران کرج اومده بودند. کسانی که در اصفهان خرابی کردند عمدتاً کسانی بودند که از لرستان اومده بودند. حتی این از لرستان و کرمانشاه و کردستان بیشترین تعداد تخریبگرها رو داشتیم. بیشترین تعداد این تخریبگرها رو داشتیم که قرار بود بیان و در شهرهای مختلف ویرانی و خرابی کنند. خیلی از این عناصر کودشتی در مناطق مختلف کشته شدن، دستگیر شدن و باید بالای چوبه دار برن و حالا داستانهایی واسه خودش این دارد. آمریکا و رژیم صهیونیستی صدها لیدر داشتند، صدها عنصر آموزش دیده جنگ شهری داشتند و اینها دارای امکاناتی بودند که بعداً یعنی بیسیم هایی رو به اینها داده بودند که بتونند به صورت محلی فرماندهی کنند. دقت میکنید؟ یعنی یکی میشد فرمانده، دو تا میشدند مسئول دسته ها، از همون معترضین به قول خودشون، منافقین و سلطنت طلب و اینها یارگیری میکردن، تیم های 20 نفره 30 نفره در محلات و اینها با این بیسیم ها در ارتباط باشند و از طریق استارلینک و یک فرستنده های بسیار قوی که تعداد زیادیش رو نیروهای امنیتی خوشبختانه گرفتن از این فرستنده هایی که میتونستن ارتباط ماهواره‌ای و خارج از مرز داشته باشند، به دست اینها نرسید. میگم اینها بد رکبی از جمهوری اسلامی خوردن، ایران بد رکبی به اینها زد. من خیلی خلاصه به خدمتتون بگم، قطع ارتباط و قطع اینترنت باعث شد که ارتباط اینها با اتاق عملیاتشون در امارات، در اربیل و در باکو به صورت کامل قطع بشه. این بار نقش باکو خیلی کم رنگ تر بود، نقش اصلی بر عهده اربیل بود. این قطع ارتباط و این قطع ارزم به حضور شما دسترسی اینها رو سردرگم کرد. کسانی که اومده بودن در شهرهای مختلف، عرض کردم شهرها رو نمیشناختند، چون این شهرها رو نمیشناختند گم شدند، زخمی میشدن، جایی که برن درمان بشن رو نداشتن. قرار بود در روز سوم و چهارم درگیری و بعد از حمله آمریکا و بارریزی برای اینها یک سری امکانات هوایی ریخته بشه که اینها بتونن حتی در محلات مختلف مراکز بهداشتی رو اشغال کنن، برخیاش رو، و اونجا کار درمان رو انجام بدن، درمان زخمی هاشون رو. ولی هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد، هیچ یک از این اتفاقات پیش نیامد، ولی جنایت های بسیاری کردند و رهبری اومدن گفتن هزاران نفر به قتل رسیدند. به هزاران نفر عدد خیلی خیلی درشتیه. حالا هزاران نفر یعنی چند نفر؟ یعنی ممکنه بیش از 2000 نفر. آماری که من دارم و اینجا خدمتون عرض میکنم 3000 تا 3200 نفر در همه اطیافش هست که بودن 600 نفر از متاسفانه از نیروهای امنیتی هستند، 1500 نفر از تروریست ها هستند، بقیش هم از کسانی هستند که توسط خود تروریست ها عمدتاً کشته شدن. یعنی همین کسانی که اومدن شروع به قول خودشون اعتراض کنن، فلان کنن، بهمان کنن، وسط این درگیری کشن. 400 نفرش هم مردم بیگناه بودند، مردمی که متاسفانه این وسط قربانی سگ توله پهلوی شدن که اومد و گفت در ایران ما در حال جنگ هستیم. دقت کنید، ما در ایران در حال جنگ هستیم و جنگ تلفات دارد. و مشاورش میاد تو BBC میگه اگر در ایران 1 میلیون نفر کشته بشند تا این حرامزاده حرام لقمه قواد بیخاصیتی که اختیار زنش هم نداره بیاد اینجا
و خیر سرش بین قم و کاشون سامانی پادشاهی را بندازه. ما با همچین اعجوبه ها و با همچین کثافت های روبرو بودیم، ولی در نهایت عوامل مختلفی باعث شد که فتنه علی رغم کشته و شهادت صدها نفر و کشته شدن صدها نفر از تروریست ها در نطفه خفه بشه. قاطعیت رهبری، انسجام نیروهای امنیتی، انسجام دولت و همراهی مردم. به نظر من اون چهار از همش مهمتر و اصلی تره. این آخری از همش مهمتره. این مردم بودند که نه تنها صف خودش رو جدا کردند، بلکه اومدن و گزارش این تروریست ها و مکانهای حضورشون دادن. بیش از 1.5 میلیون تماس تلفنی در طول 10 روز گذشته با نهادهای امنیتی بوده که تروریست ها رو لو دادند و هر جا مورد مشکوک دیدن رفتن لو دادن و دستگیر شدن. و این رو خدمتتون بگم که دستگاه امنیتی اشراف بسیار بالایی روی اینها داشت. از تجهیزاتی که ما داشتیم و در اختیار داشتیم، اجازه کوچکترین مسیر یابی و راه فراری برای به اینها نداد. حتی اینا از استارلینک هم بودن استفاده کردن. من توضیح دادم، چون که توضیح دادم دیگه چیزی نگفتم. قاطعیتی که نظام در برابر این تروریست‌ها به خرج داد و سرکوبی که از اونها کرد و قاطعیتی که در برابر دشمن خارجی نشون داد که بعداً خدمتون خواهم گفت که چه مسائلی گذشته تو این وسط، چه پیام‌های رد و بدل شده، چه اتفاقاتی افتاده، کی تماس گرفته، کی اومده، کی رفته و چه تعدیلاتی شده در اون گزارش میگم، باعث شد که تروریست ها بفهمند که هیچ جایی و هیچ راهی ندارند. آنچه که آمریکا و رژیم صهیونیستی سرمایه گذاری کرده بودند تا در خرداد ماه و در خلال تجاوز محور صلیبی یهودی به ایران وارد میدان شوند و آتش افروزی کنند و آن روز نتوانستند، در روز 13 جنگ وارد شدند. و خیلی درست گفتن، این روز 13 جنگ یا تداوم نبرد بود. اینی که من خدمتتون عرض کردم، من نمیگم جنگ 12 روزه، به خاطر که این جنگ ادامه داشت. نبرد میهنی دوم این ادامه نبرد میهنی دوم بود که این بخش فتنش هم باید میخوابید و اعلام میکنن که نتانیاهو اومده و به ترامپ گفته که ما آمادگی نداریم پس به ایران حمله نکنید. به اینکه پس میگفت اگر ایران به ما حمله کند ما پاسخ دندان شکنی میدهیم و ایران پشیمان میشود. پس اون هارت و پورت چی بود؟ این چی بود؟ تروریست ها محاصره شدن، سرکوب شدن و همچنان دارن دستگیر میشن. تمام مرزها بسته، هیچ راه فراری هم براشون نیست. یک قتل عام وسیع از اینها در ایلام و کرمانشاه و کردستان و آذربایجان غربی شد. اینجا به صراحت این رو خدمتتون میگم. قتل عام وسیع از اینها شد که در تاریخ سابقه نداره و اینها در خواب هم نمیدن همچین قتل عامی ازشون بشه. انشالله فرصت باشه در گزارش های بعد حتما خدمتون دوباره خواهم بود و توضیح خواهم داد که چه مسائل و چه مواردی پیش اومد و چه اتفاقاتی شکل گرفت. این داستان و جزئیات طرح آشوب در ایران بود که بر اساس مدل سوریه و لیبی قرار بود استارت بخورد و شروع بشود و ادامه پیدا کند و ایران را تجزیه کنند. نشسته بودند در امارات، این تروریست ها قانون اساسی نوشته بودند برای هر منطقه. اماراتی هم قول داده بودند که برای هر یک از این دولت های خودخوانده تشکیل شده 20 تا 25 میلیارد دلار پول بدند که بتونن خودشون رو اداره کنند. و اینکه جمهوری اسلامی اجازه میداد آل نهیان سر پا باشد بزرگترین خیانت است. اینکه جمهوری اسلامی اجازه میدهد سگ‌توله های بارزانی در اربیل به حیات سیاه و ننگین خودشون ادامه بدن بزرگترین خیانت است. این رو من خدمتتون گفتم که شما هم در جریانش باشید و ما رو هم دعا کنید. ممنون ازتون، ممنون از کمکاتون، ممنون از لطفی که
همیشه به برادر کوچکتر خودتون داشتید، در این روزا پیگیر بودید. خدا خیرتون بده. من مخلص همه شما هستم، کوچک همتون هستم، شاگرد همتون هستم و هیچ چیزی بالاتر از محبت شماها عزیزان نیست و این لطفی که به برادر کوچکتر خودتون دارید با هیچ جمله‌ای و با هیچ کلمه‌ای قابل سنجش نیست و من براتون دعا میکنم همونجوری که شما همیشه دعاگو هستید و انشالله که بتونیم از این میراث پدرانمون در برابر حرامزاده های خارجی و خائنها و فتنگران بیشرف داخلی که همیشه وجود داشتن و همیشه مزدور بودند دفاع کنیم. کسانی که نشستند و از یک ور کوروش میکنند و تاریخ میکنند و آریایی میکنند و از مقاومت آریو برزن در مقابل اسکندر موهوم جعلی میگن و اینجا خودشون میرند کف و دست برای ترامپ میزنند که خودشو در نگاه خودش اسکندر میبینه و میخواد کشورگشایی کنه، سود کف میزنن که به ایران حمله کنند. ما با همچین آدمای متوهمی روبرو هستیم. بنابراین باید روشنگری کنیم، باید تبیین کنیم، باید صحبت کنیم، باید به مردم بگیم که چی کردن. من دست تک تک نیروهای امنیتی کشور رو میبوسم، من خاک پای همشون هستم و به عنوان یک ایرانی به احترام رشادت هایی کردن، به احترام خون هایی که دادن کلاه از سر بر میدارم. من داماد دایی خانمم شهید شد، برادر دوست خودم شهید شد و کلی از کسانی که میشناختم در این درگیری ها به دست این عناصر تروریستی شهید شدن. این داماد دایی خانم من در سوریه، در عراق، در کردستان، در خیلی از این مناطق جنگیده بود و اینها حریفش نشدند، ولی این تروریست ها اون رو غافل ناغافل شهید کردند در یک نقطه‌ای که اصلا کسی فکرش هم نمی‌کرد و اینها رو نمیشه فراموش کرد و باید از این حرام لقمه های خائن مزدور اجاره‌ای یک بار برای همیشه انتقام گرفت و اونها رو سر جاشونشون تا نتوانند بعد از این علیه ایرانی دست به خرابکاری چپاول بزنند. امیدوارم که این گزارش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی هم دیر شد، الان ساعت 3:01 بامداد سه‌شنبه است و من به عشق و افتخار شما بیدار موندم تا این گزارش رو خدمتتون ارائه کنم و بعد از این سعی میکنم هر روز براتون گزارش بذارم و هر روز براتون صحبت کنم، مطلب بنویسم و دعا کنید که دسترسیامون حداقل برای تبیین و روشنگری باز بشه. دشمن به ابزاراش دسترسی داره. جمهوری اسلامی طرفدارش، کسانی که براش می‌نویسند، خیلی هاشون قدرت نوشتن ندارن، کپی میکنند. ما سعی کنیم کپی نکنیم و سعی کنیم اصلش رو به هم دیگه منتقل کنیم. التماس دعا، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.